سلام عرض ادب. یه ویدیو گذاشتیم درباره ابزار استوک. این ویدیو رو ببین. الان دستگاه فوق کلکسیونی و فوق صنعتی واسمون موجود شده. قول مرحله آخر درشارژی ماکیتا، دوستان ساخت انگلیس، باتری 14 و 14 ولت داره. چند تا توصیه. یکی این که وقتی که یه دونه ابزار شارژی دارید می‌خرید، شما فرض بذارید که این ابزار شارژی سالمه بر فرض، ولی باتری نداره. رو باتری درشارژی یا ابزار شارژی اصلا حساب باز نکنید. مطلب دوم که این ویدیو رو به خاطر این قضیه براتون گرفتم این بودش که نوع باتری، این باتری که براتون تو این ویدیو گذاشته شده باتری نیکل کادمیومه. نیکل کادمیوم نسل قدیمی‌تر از باتری لیتیومی حال حاضر بازار هستش. حالا اگر نمیدونید نیکل کادمیوم چی هستش و عملکردش به چه صورت هستش، بنویسید نمیدونم تا من یه پست جامع درباره باتری نیکل کادمیوم براتون بذارم و بهتون بگم که چرا باتری نیکل کادمیوم که تو ابزار استوک حال حاضر بازار متاسفانه وجود داره هنوز و نباید استفاده کنید چرا.